بریم برای چالش اول. بریم برای چالش اول. استعلام میگیرن چیه قسم؟ هده تو خوک بیف زدم منو زندم، صندلی شاگرد فقط بودم بزن دو فاشون میخونم. اولین کادو رو پیدا کردیم برای صبحان. بریم که خریدارش I love you. آقا اولین کادو هم گرفتیم واسه آقا صبحان. I love you. بعد این ویدیو بریم برای آیتم غذا که اونم بگیریم و تقدیم آقا صبحان کنیم. با این که زشتم منقر روز زدم روش کوش قرمز دکتر پای بیف نره واسه نقرس کلت دم رنگ کلک دم کلش صورتی پوستش قرمز تهدید میکنم ایجو هم مدام داستان میبافت ترکیه ناناس کیو با نمک میزنم کف شیشلی پرست. آقا ما اومدیم خوراکی هم گرفتیم پیش عمو بدنساز. عمو بدنساز هم آره آبرو برامون نموند. یعنی آقا صبحان بعدن من برم غذا بگیرم. چالش اول کام بتنی. آقا من پول نداره نه لقمه آقا. میریم برای چالش اول غذا. سوپرمارکت کجاست؟ استعلام میگیرن چیه قسم؟ رسیدیم نه حالا کات بزنید همشو داخل میگیریم. کادو برای چیز پچ پچ میخوام بگیرم پیدا کنم. آلیس برداشتیم. اول خوراکی ببینم چیه. یه امتیاز منفی. از کجا میدونم؟ چیو؟ اون لبخند خوشگله تو. اوه این پچپش خریدم. قصدم دبل پچ. قصدم موینی پور بود ولی نداشت. دبل پچ. قصدم موینی پور بود ولی این وایس don't touch just watch. آلیس شیکاگوی آلیس گرفتیم. شیکاگوی آلیس گرفتیم. میخوره ایشالا خوشش میاد. شیکاگو همه جا جوابه. حاجی پاور رو داری؟ اینو بخور من ذره حرکت بزنم. شروع چه حرکتی؟ منو بگیر. مرسی. پوینت منفیش برگشت. من خودم میذارم دهنش. چون یه جنتلمن همیشه این کار رو میکنه. باید میذاری دهنش. خب شما چی این هم غذای من. اون زیر همبرگر نمیخورم. از کجا گرفته برای هم چیز فلافل و جای عادی نخریدیم. به قیمت خیلی بالایی خریدیم و اینو پیش یکی از سرآشپزا با یکی از آقا بنزن بشین خسته شدیم. بله خدمت شما سس هم می‌بره یاد بله سس هم می‌خورم. هاشو زد کنار. ترکیده بوی. هر کی کمی بیاره بازم بردمش کاسکشا. فیلم بردار آقا این چی میگه؟ یه لحظه خب کاری که میشه فیلم بردار چه؟
الان آروم‌تر می‌کنه عزیزم، گلوتو میگیره دل پوست. اما ایشون چیزه. یه لحظه من عذر میخوام. اصلا قرار من همشو من آقا باشه من آقا باشه بده من. آقا یه لحظه من بده من مرسی. کادو الان بحث کادو تو کادو درو کن. کادو رو کن. من رو کنم. اول باز من رو می‌کنم. این بذار. سعی رو کن. چرا فاصله نمیگیری؟ Don't touch. Don't touch, just watch. فرمند. اسپانسرمون نشده. فرمند بله. فرمند ببخشید. او عشق این چیزا برای شما نیست که مهم انسانیته. از کجا اومدی شما؟ دوست از باشید. علی اومدی؟ جنگ نکنید مثل رامین رضاییان باشید. میره قلبم پیشش گیره. بپذیر این هدیه زیر رفتار من. مرسی. باز داره عشقتون. دخترم میبینه رو میبینه. دوست دختر چیز دوست پسر پنکه داری تو فرمند دبل چاکلت هاجی. این سودا. آقا گوست من حاجی چقدر باحاله. بده من وایسا. تازه فهمیدم چرا همه بچه‌های کلاس رفتن تو رابطه فرمند که میدونی واسه چیه. کادومو نشون بدم. آقا Don't touch, just watch. دیت اول فقط من کادومو بدم. من دیگه دارم حالم بد میشه. آخه واقعا یک خانم محترم باید. عجب کادویی گرفته جدی. من سگش خوردم. عجب چیزی از گرفته. دلم این من باختم این بازیو. I love you قربونت برم. قبول داری که کادوی اون 4 دفعه بود. حاجی قربونت برم. اینو حالا ارزش من در همینه. خودش I love you برات چون این ارزشی نداره. خواستم بگم که آخه فاگه گله آخه بگو بخوام میرس. بعد امتیاز بده. امتیاز بدم. اول از همه غذا و خوراک. بله. لازم سیر کنندگی بله بهش میدم 10 از 10 ولی فقط به غذای دادم 10 از 10 نه به تو. جان. رفتار زیاد مناسب نبود. بله همینو از غذا میکشم برو پایین. بیرون این تو دستو بکش. صورت همون نشون بده من مشت خورم بکسورم. باید زدن جنگی سر. ولات داداش تو اصلا جنگی ولات پسر 5 از 10 خب غذای شما شیرکاکو به نکته خب معلومه کاربلدی فکر کنم میبینه. آره میبینه آشنا میبینه متاسفانه. آره تجربه. خب شیرکاکوشو میدم 10 از 10 به تنهایی. آلیس هم بود. آلیس دوست دارم. آلیس خوبه. اسمش هم 10 از 10 واقعا سلیقه من خوب میشه. Don't touch, just watch. 9 از 10 فقط. خب ایشون شدن 10 و 9 19 شما هم 5 کلا 5 بس کادو. آقا کیاش گل اینو دادن. ارزش من در این حده. ولی خب روش نمیشه I love you. دوستش داشتم. برای همین چون مظلومم شدی 10 از 10. نه فقط مدیر مظلومیت. آره مهم پسر مظلوم دوستم. 10 از 10. شما شدی 15. آقا رفیق چی؟ ایشون خوراکیش یه اشتباهی پیش میاد. من جمع میدم خوراکیش 10 و 19 تقسیم بر 2 من 8. شما 8 تا الان 8. کادوی شما. کادوش مونده. همین که شکلات داشت. 1 پوینت از شما بیشتر میشه. 8 میدن بخوام بشن 20 12 میگیرن از 10. تفریح مشخص میکنم. داداش تفریح من یه نکته عرض کنم. نکته عرض نمی‌کنیم بریم. ولی تفریح گوشی از دستم نیفته. چرا الان مثلا گوشی از دستم نیفته.
خودم مثلا جای یه دختر واقعا باید بهش خوش بگذره. بابا داداش آوردن موتور سواری دور داره داداش دور بندری خانه مثلا چی بهت بگم داداش الان تو یه امتیاز از امیرعلی عقب بودی. آره موتور هوندا کلیک 150 که با چسب هم چسبیده یه امتیاز فکر کنم بتونم بدم. من ببرم کوچه معروفه که با عبد همیشه چه معروفه. یه شهر سبز دل نماز آمده کن خودش کناز بدین اگه را به فراز اون طرف گل نیاز تو کوچه سوز گل آسمان خسته خب آقا کیاشا منو برد موتور سواری به عنوان تفریح و گردش خودش یک پوینت مثبت داشت. از 18 نمره شدن 19. من اینجا نبود ولی خب از چیزش کم نمیشه. شما نمره 19 مساوی شده. دیوم برابر شده. خب الان باشه دهنتون رو باز کنید. دهن باز. زبونو بیار بیرون. زبونو بیار بیرون. برای این بلندتر این برد. من یه چیزی میتونم بگم مامان بابای عزیزم قربونتون برم داداش عزیزم اگه دارید این ویدیو رو میبینید به قرآن مجید بابا لطفا فقط من ارثمو بده هیچ چیزی دیگه نمیخوام. یه لحظه اونجا میشینه این بهم گفت حاجی من اینو کلا 3 ساله میشناسم به خدا این اومد بهم گفتش که من میخوام میام یوتیوب بزنم به خاطر این ما تو کلاس فوش خوردیم الکی درس خونه 20 کلاس شد که آخر سر بیاد از این عیاشی کارا کنه منم الکی آورد منم بچه ساده ایم یعنی به خدا دارم میگم بعد من از ارث محروم نکنی یا پسر خون من میدونی که یه خورده بچه کاری نیستم معمولا خونه من کار میکنم. تجربه چنل دیلیت کنید